وای دوستم همین الان زنگ زد با گریه، گفت تو مهمونی گرفتنم، اگه همین الان یکی برام وثیقه نیاره شبو باید بازداشتگاه بمونم. اون وقت دیگه هیچ وقت بابام خونه رام نمیده. منم بهش گفتم نترس، 5 دقیقه دیگه اونجام نجاتت میدم. حالا فقط میخوام یه دستی به سرروم بکشم خیلی سریع برم. لنزای سبزمو گذاشتم که با فضای اونجا ست باشه. کرم پودر همه کارمو زدم، زیر چشمم هم حسابی با کانسیلر روشن کردم چون شرایط بحرانیه. پنکیک ضد آبم هم زدم. کانتور و رژگونه هم زدم که رنگ پریدگی معلوم نشه. هایلایترم زدم که با نور صورتم راه زندگی دوستمو روشن کنم، دیگه از این غلطا نکنه. با ماژیک ابرومو پر کردم و با ژل لیفتش کردم، اینطوری جذابه چهره‌ام بیشتر. با شابلون خط چشم گرافیکی کشیدم، از مداد ضد آب استفاده کردم چون شاید لازم باشه پیش بابای دوستم چند قطره اشک بریزم تا راش بده. چون آرایشم خیلی ساده بود، پشت چشممو شاین زدم. ریملم که مثل همیشه یه عالمه زدم چون الان ماشین گیر نمیاد که مجبورم تا اونجا پرواز کنم. چون آرایشم ملیحه، یه ماژیک لب صورتی و یه تینت کمرنگ صورتی میزنم. چقدر زنگ میزنه، اصلا نذاش درست آماده شم. آرایشم خیلی هول هولی شد، انگار همین الان میخوان اعدامش کنن.